الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید است که جوانان و نوجوانان و شیر مردان دولت اسلامی در هر جایی که هستید از صفت والای شجاعت و دلاوری برخوردار باشید. بله برادران مجاهدم، بحث ما درباره تشویق و ترغیب صفت شجاعت و مردانگی روان بود. حال می آییم بحث خود را همچنان درباره توصیف نمودن الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این صفت شایسته را مورد بررسی خویش قرار می دهیم تا باشد امت اسلامی صفت بزدلی و ترسو بودن را از خود دور کنند و صفت شجاعت و مردانگی را در نفوس خود زنده نمایند. چنانچه الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآیه. و در راه الله متعال با کسانی که با شما می جنگد جنگ کنید و از حد تجاوز نکنید که الله متعال تجاوزگران را دوست نمی دارد. بله سروران گرامی، شدت و سختگیری بالای کفار بغیر از شجاعت مجاهد حاصل نمی شود. تنها صفتی که با واسطه اون شجاعت و سختگیری بالای کافران حاصل می شود شجاعت است. چنانچه الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآیه. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستاده الله متعال می باشد و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و شدید هستند و در میان خود بسیار مهربان می باشند. همچنان الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواه جهنم و بئس المصیر. ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با کفار و منافقین جهاد کن و سر آنها سختگیر باش و جایگاه آنها جهنم است و بسیار جایگاه بد و خطرناک است جهنم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. بلی برادران عزیزم، مؤمن قوی و نیرومند در نزد الله متعال از مؤمن ضعیف بهتر و محبوبتر می باشد و در هر دوی اونا خیر وجود دارد. تلاش کن به دنبال کارهایی باش که برایت مفید هستند و از الله متعال کمک بخواه. عاجز و نتوان مشو و اگر مصیبتی گرفتار شدی نگو اگر من این کار را انجام می دادم چنین و چنان می شد، ولی بگو تقدیر الله متعال این گونه بوده است و آنچه که الله متعال بخواهد انجام می دهد، زیرا اگرچه دروازه وسوسه شیطان را باز کند. بلی دوستان و برادران مجاهد، علامه نووی رحمه الله تعالی می فرماید مقصود از قوت در اینجا
عزم نفس و توانمندی در امور اخروی است. پس شخص با این وصف در جهاد بالای دشمنی تجاوزگرتر و خروج به سوی او سریعتر و در تعقیب رفتن او مصممتر است و در امر بالمعروف و نهی از منکر عزم قوی دارد. بلی برادران مجاهدم، سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پناه خواستن از 5 چیز دستور می دادند و می فرمودند: اللهم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. بار الها از بخل و بزدلی فرتوب شدنی که باعث ذلت گردد و فتنه دجال و فتنه دنیا و عذاب قبر به تو پناه میبرم. بلی سروران گرامی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از الله متعال صفت شجاعت و دلاوری را طلب می کند و از صفت بزدلی و ترسو بودن به الله متعال پناه می برد. در اخیر از الله متعال می خواهیم که من و شما را شجاع قرار بدهد